سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم که آموزش این مدل بافت رو بهتون یاد بدم. برای بافت این گوشواره ها ما به گوشواره های حلقه‌ای نیاز داریم که من اینجا سایز 25 میلی استفاده کردم. نخ منجوق بافی میوتی و 4 رنگ منجوق میخوایم. و سوزن منجوق بافی هم میخوام که من از سوزن منجوق بافی میوچی استفاده میکنم. برای شروع ما حدود 60 تا 70 سانت نخ برمیداریم. نخ رو وارد حلقه گوشوارمون میکنیم و حدود 20 سانتیش رو آزاد میذاریم و 2 تا گره خیلی محکم به نخمون میزنیم. این نخ آزادمونه و نخ اصلی هم که این بلند است. این گره رو میاریم بالای حلقه گوشوارمون و حالا میخوایم شروع کنیم به بافتن. 2 تا منجوق برای اول کار برمیدارم که من طلایی و آبی کربنیمو برمیدارم. حالا سوزن رو از داخل این حلقه گوشواره رد میکنم و از بالای این آبی وارد میشم و میکشمش. ببینید این منجوق طلاییمون کج شده. منجوق رو با کمک سوزن صافش میکنیم و محکم میکنیم. الان 2 تا منجوقمون صاف شدن. یه دونه منجوق آبی کم رنگم رو برمیدارم. منجوق رو میارم انتهای نخ. رو سر این آبیم که قرار گرفت وارد حلقه گوشواره میشم و بعد از بالا وارد این منجوق جدید میشیم و محکم میکشیمش. حالا یه منجوق طلایی میخوایم. این منجوق رو برمیداریم، میارم انتهای نخ. بالا سر این منجوق آبی که قرار گرفت سوزن از داخل حلقه گوشواره رد میکنم و بعد وارد این منجوق طلایی میشم. حالا یه دونه منجوق آبی دیگه برمیدارم. وقتی که رو سر این تنایی قرار گرفت وارد این حلقه گوشواره میشم و از بالا وارد این منجوق جدیدمون میشم و محکم میکشمش. یه دونه آبی پررنگمون رو برمیداریم. منجوق رو میارم انتهای نخ. رو سر اون آبی که قرار گرفت سوزن رو وارد حلقه گوشواره میکنم و بعد از بالا وارد این منجوق جدیدمون میشیم. حالا یه دونه طلایی میخوایم. یه طلایی برمیدارم و بعد میارم انتهای نخ. وارد حلقه گوشواره میشم و بعد وارد همین منجوق جدید میشم. محکمش میکنیم. حالا من اینجا یه دونه سفید وارد میکنم. سفیدمو میارم انتهای نخ و بعد میایم وارد حلقه گوشواره میشیم و بعد از بالا وارد این منجوق سفیدم میشم و محکمش میکنم. اینجا ما فقط نیاز داریم به یه سفید وارد کردن. حالا 2 مرتبه یه طلایی برمیدارم و وقتی که اومد رو سر این سفیدم سوزن رو وارد حلقه گوشوارم میکنم و بعد از بالا وارد این منجوق طلایی جدیدم میشم و میکشمش. این نقشه ما تا انتهای این ردیف اوله. باید ما همین کار رو تا اینجا ادامه بدیم. ردیف اولمون تموم شد و من حالا میخوام بیام ردیف دوم رو
سر بندازم. نکته اصلی بافت گوشواره ردیف اول و شروع هر ردیف هست. پس این دوتا رو یاد بگیریم. بافت گوشواره رو کامل دیگه بلد شدیم. بافت پیکسل هست. من الان 2 تا دونه منجوق برداشتم. خب ببینید، یه منجوق طلایی و یه منجوق آبی پررنگم. وقتی توی پیکسل بافی میخوایم یه منجوق اضافه کنیم، از زیر نخ اول سوزنو رد میکنیم. ولی ما میخوایم الان یه دونه منجوق کم کنیم. پس میایم سوزن از زیر نخ دوم رد میکنیم، میکشیم، وارد این منجوق آبی بالا میشیم و محکمش میکنیم. نگاه کنین اینجا این منجوق قشنگ وای نساده. به خاطر اینکه کارمون مرتب باشه میایم این منجوق طلایی رو صافش میکنیم با سوزن و بعد وارد این منجوق آبی پایین میشیم. خب میکشیم و بعد میایم از داخل این آبی کمرنگمون سوزن رو وارد آبی پررنگ بالا میکنیم و محکم میکشیمش. ببینید این شروع ردیف دوم. یه دونه آبی کمرنگ برمی‌داریم، سوزن رو از زیر نخ دوم رد میکنیم، میکشیم و بعد وارد همین منجوق جدیدمون میشیم، محکمش میکنیم. یه دونه منجوق آبی دیگه برمی‌داریم، سوزن رو از زیر نخ رد میکنیم، میکشیم و بعد میایم وارد این منجوق جدیدمون میکنیم و محکمش میکنیم. آبی پررنگ برمی‌داریم، سوزن رو از زیر نخ رد میکنیم، میکشیم و بعد وارد همین آبی جدیدمون میشیم و محکمش میکنیم. حالا میرسیم به این طلاییمون. یه طلایی برمی‌داریم، سوزن از زیر نخ رد میکنیم، میکشیم و بعد وارد همین طلایی جدید میشیم. حالا اینجا ما باید 2 تا دونه سفید ببافیم. یه سفید دیگه برمی‌داریم، سوزن از زیر نخ رد میکنم، میکشم و میام وارد همین سفید جدید میشم و محکمش میکنم. یه سفید دیگه برمی‌دارم، سوزن از زیر نخ بغل رد میکنم، میکشم و بعد وارد همین سفید جدید میشم. این نخ اضافه رم از زیرش برمی‌دارم و محکمش میکنم. حالا میرسیم به این طلایی. 2 مرتبه سوزن از زیر نخ رد میکنم، میکشم و وارد همین طلایی میشم. نگاه کنیم بافت این ردیفم همینجور ادامه میدیم. بافت پیکسل معمولیه. یه دونه آبی و پررنگ برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم و بعد میام وارد همین آبی جدید میشم و محکمش میکنم. حالا باید 2 تا دونه آبی کمرنگ ببافیم. یه دونه آبی برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم و میکشم، وارد همین آبی جدید میشم و محکمش میکنم. حالا یه آبی دیگه برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم، میکشم و بعد وارد همین آبی جدید میکنم و محکمش میکنم. حالا یه دونه آبی پررنگ برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم، میکشم و بعد وارد همین آبی جدید میشم. میرسیم به طلاییمون. یه طلایی برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم، میکشم و محکمش میکنم. رسیدیم به این سفیدمون. حالا باید 2 تا دونه سفید ببافیم. یه دونه سفید برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم،
و بعد وارد همین سفید جدید میشم و محکمش میکنم. یه دونه سفید دیگه برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم و بعد وارد همین سفید جدید میشم. حالا میرسیم به این طلاییمون. یه طلایی برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم و بعد وارد همین طلایی میشم. ببینید شکل چشم و نظرش داره در میاد. الان به یه دونه طلایی آبی پررنگ نیاز داریم. یه آبی برمیدارم، سوزن از زیر کار از زیر نخمون رد میکنم، اینو میکشم و بعد میام وارد همین منجوق جدیدم میشم. حالا یه دونه آبی کم رنگ میخوام، یه دونه آبی برمیدارم، از زیر نخ سوزن رد میکنم و بعد میام وارد همین آبی جدیدم میشم و محکمش میکنم. یه دونه آبی دیگه میخوام، سوزن از زیر نخ رد میکنم، میکشم و بعد میام از همین آبی جدید سوزن‌ها رد میکنم. حالا آبی پررنگم رو باید ببافم، سوزن از زیر نخ رد میکنم، میکشم و بعد میام وارد همین آبی جدیدم میشم و میایم یه دونه طلایی برمیدارم، سوزن از زیرش رد میکنم و وارد همین طلایی جدیدم میشم. یه دونه سفید میخوام، سوزن از زیر نخ رد میکنم، میام وارد همین سفید جدیدم میشم و محکمش میکنم. یه دونه سفید دیگه برمیداریم، میام وارد همین سفید میشم. به طلایی رسیدم، یه طلایی برمیدارم، سوزن از زیر این نخ رد میکنم و بعد میام وارد همین طلایی جدیدم میشم. حالا یه دونه آبی میخوام، سوزن از زیر نخ رد میکنم و بعد میام وارد همین آبی جدیدی که آوردم میشم و محکمش میکنم. حالا دوتا آبی کم رنگ میخوام، سوزن از زیر نخ رد میکنم و بعد میام وارد همین آبی جدیدم میشم. 2 مرتبه یه دونه آبی کم رنگ برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم و میام وارد همین آبی جدید میشم. حالا یه دونه آبی پررنگ میخوام، سوزن از زیر نخ رد میکنم و بعد میام وارد همین آبی جدیدم میشم. رسیدیم به طلایی آخر. یه دونه طلایی برمیدارم، سوزن از زیر نخش رد میکنم و وارد همین طلایی جدید میشم و محکمش میکنم. حالا ردیف سوم رو میخوایم شروع کنیم که اولش مهمه، بقیهش همینجوری تا آخر بافته میشه. یه دونه طلایی و یه دونه آبی پررنگ برمیدارم، میام از زیر نخ اول نه، از زیر نخ دوم سوزن رو رد میکنم، میام وارد همین آبی پررنگ میشم، میکشم. ببینید این منجوق 2 مرتبه ناهماهنگه. از منجوق طلایی بالا میام وارد آبی پررنگ پایین میشم، میکشم. از آبی کم رنگ پایین میرم وارد آبی پررنگ بالا میشم. ببینید حالا محکمش میکنم. حالا بافت بقیه ردیفم همینجوری دیگه. باید شما طبق نقشه پیش برین که من نقشه این دوتا رو میبافم بهتون نشون میدم، بعدش کامل شده این ردیف رو نشون میدم و
میریم برای ردیف آخر و نکته پایانیشم بهتون میگم. حالا یه دونه آبی برمیدارم، آبی کمرنگ، از زیر این نخ سوزن رد میکنم، میکشم و میام وارد این منجوق آبی میشم. حالا یه دونه آبی پر رنگ میخوام، میام از زیر این نخ سوزن رد میکنم، میکشم و از داخل این آبی پر رنگم ردش میکنم. یه دونه طلایی برمی دارم، سوزن از زیر نخش رد میکنم، میکشم و بعد میایم وارد این طلایی جدید میشم. حالا باید یه دونه سفید بردارم، یه سفید برمیدارم، میام وارد این سفید جدید میشم. ببینید من حالا میتونم کل اینو سفید ببافم یا یه دونه سرمه‌ای بندازم سرش. دیگه بستگی به خودتون داره که میخواین چه طرحی داشته باشین. من اینو حالا کامل سفید میزنم. یه دونه سفید دیگه برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم و بعد میام از داخل همین سفید جدید سوزنمو رد میکنم. یه سفید دیگه برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم و میام از داخل این سفید جدید ردش میکنم. حالا یه طلایی برمیدارم، سوزن از داخل زیر این نخ رد میکنم و بعد میام وارد همین طلایی میشم. دو تا منجوق برمیداریم، از نخ اول نه، از نخ دوم وارد میشیم و بعد میایم وارد منجوق آبی بالا میشیم. حالا این طلایی کجه، این طلایی اول میشیم، بعد وارد آبی پایین میشم، میکشم از آبی کمرنگ پایین میریم وارد آبی پررنگ بالا میشم و محکمش میکنم. حالا اینجا 2 تا آبی پررنگ باید ببافیم. یه دونه آبی پررنگ دیگه برمیدارم، از داخل نخ که رد شدیم وارد حالا همین آبی پررنگ جدید میشم و میرسیم به این طلاییمون. یه طلایی دیگه برمیدارم، از زیر نخ رد میکنم و میام وارد این طلایی جدید میشیم. ببینید اینجوری میشه. حالا اینجا من باید 2 مرتبه 4 تا دونه سفید ببافم. یه سفید برمیدارم، از زیر نخ رد میکنم و بعد همین کار رو تکرار میکنیم. من دیگه این ردیف رو کامل میکنم، میام انتهای بافت رو بهتون میگم باید چیکار کنیم. ببینید من رسیدم به 3 تا دونه آخر. گفتم بیام این 3 تا رو با هم ببافیم و تمامش کنیم. حالا از زیر این نخ رد میکنم، بعد وارد همین منجوق جدید میشم، میام یه دونه آبی دیگه برمیدارم، از زیر نخ رد میشم و بعد وارد همین آبی جدید میشم. حالا میرسیم به طلاییم. یه طلایی برمیدارم، سوزن از زیر نخ رد میکنم، میکشم و بعد وارد همین طلایی جدید میشیم. ببینید بافت گوشواره تموم شد. حالا من میخوام این نخو محکمش کنم. میام وارد این منجوق آبی پررنگ و آبی پررنگ پایینیش میشم، میکشم و بعد میام وارد این 2 تا طلایی بغل میشم، 2 مرتبه میکشمش، محکمش میکنم. حالا از این آبی پررنگ
میرم داخل این کم رنگه و بعد از داخل این دوتا پررنگا میرم بالا. حالا من میام این نخو از اون پایین میچینم. این نخی که گفتم اضافه بذاریم برای اینه، برای این گفتم که توی کار کورش کنیم، چون اگه از این پایین بچینین یهو گره اصلی رو میچینین و بعد تمام زحمتاتون باز میشه. میایم وارد این 4 تا منجوق طلایی بغل میشیم. ببینید این گره کامل میره توی منجوقا. بعد از داخل این سرمه‌ای وارد این آبی پایین میشیم. خب از داخل این آبی پررنگ وارد آبی پررنگ بالا میشیم و محکم میکشیمش. حالا وارد این طلایی ها میشیم. خب و بعد از داخل این سفیدا، فقط حواستون باشه که منجوقی جان اندازه، از داخل این دو تا سفیدم ردش میکنیم و دیگه این کار صفر شد. میایم از اون پایین میچینیمش. گوشوارمون تکمیل شد. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی برده باشین و برای خودتون گوشواره‌های خوشگل درست کنین. این اون یه رنگشه. دیگه شما با هر ترکیب رنگی که بخواین درست میکنین.